سلام، به چنل رد تاپ 5 فارسی خوش اومدید. لطفاً اگر از ویدیوها لذت بردید حتما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. 5 مورد از زیباترین حیوانات دنیا. تمامی حیوانات دارای زیبایی‌هایی در ظاهر خود هستند که هر انسانی را ممکن است به خود جذب کنند، اما در این ویدیو شما با 5 مورد از حیواناتی که به چشم تمام انسان‌ها جذاب و زیبا هستند آشنا می‌شوید. شماره 5، شاهمار اسکارلت. این مار زیبا و غیر رسمی در جنگل‌های کاج و مزارع جنوب و شرق آمریکا یافت می‌شود. طول آن بین 2 تا 4.27 فوت است و دارای یک ترکیب رنگی خیره کننده از خطهای سیاه، قرمز، سفید و یا زرد بر روی بدن خود است. این خطها باعث می‌شوند شکارچیان از جمله انسان آن را با مار مرجانی سمی اشتباه بگیرند، اما یک فرد می‌تواند شاهمار را از مار مرجانی با نگاه کردن به پوزه آن تشخیص دهد. شماره 4، قورباغه شیشه‌ای فلیشمن. این قورباغه کوچک تنها 8 تا 1.26 اینچ طول دارد و در جنگل‌هایی که از مکزیک تا ونزوئلا و اکوادور را شامل می‌شود یافت می‌شود. رنگ آن سبز روشن با لکه‌های زرد و نقاط سیاه است. چشم‌های برآمده طلایی، مردمک‌های سیاه افقی و بینی کوچکی دارد. هنگامی که آن را به پشت برگردانید خواهید دید که چرا این نام را دارد. پوست شکم آن شفاف است و اندام‌های داخلی آن دیده می‌شود. شماره 3، شقایق بیدلت. این شقایق دریایی کوچک شبیه گل از انگلستان تا دریای مدیترانه و تا ساحل اقیانوس اطلس آفریقا یافت می شود. بدنه قرمز تیره با 192 شاخک قرمز روشن یا حتی صورتی دارد. این شاخک ها می توانند به طور کامل جمع شوند و یک لکه قرمز یا نارنجی باقی بگذارند. هنگامی که شاخک ها باز هستند، دانه های آبی ریز را می توان درست در زیر آنها پیدا کرد. این دانه ها آکرورواژی نامیده می شوند و حاوی سلول های گزنده شقایق هستند. با این حال مردم گاهی اوقات شقایق های بیدلت را در آکواریوم های خانگی نگهداری می کنند. شماره 2، نیودی برانچز. این حلزون‌های دریایی بدون صدف در ترکیب زیباترین رنگ‌ها مانند رنگین کمان هستند. آنها در تمام دریاهای جهان از اقیانوس سردسیر قطب شمال گرفته تا حتی سردترین دریاهای جنوبی در اطراف قطب جنوب یافت می‌شوند. آنها در صخره‌های مرجانی کم عمق و به عمق 8200 فوت زندگی می‌کنند و کوچکترین آنها حدود 16 اینچ طول دارد، در حالی که بزرگترین آنها تقریباً 2 فوت طول دارد. برخی از شاخه‌های حیوانات سمی مانند شقایق‌های دریایی را می‌خورند و سم آن را در خوشه‌های گوشتی روی بدن خود به نام استراتا ذخیره می‌کنند. آنها هرمافرودیت هستند و اندام تناسلی آنها درست در پشت سر و در سمت راست بدن آنها قرار دارد. شماره 1، کریسینا اوریگانز. زیباترین حشره در جهان کریسینا اوریگانز است. این سوسک در جنگل‌های بارانی کاستاریکا که بیش از نیم اینچ طول دارد مانند قطعه‌ای از طلای 24 عیار صیقلی به نظر می‌رسد. اگرچه رنگ درخشان آن یک توهم بصری است، اما حشره‌ای به نظر می‌رسد که از طلا ساخته شده است. سپاس از نگاه گرم شما. لطفاً اگر از این سبک ویدیوها لذت بردید چنل ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. راستی لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید.